با تشبوس ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان تحت عنوان کاروان دیدار یک گروه والدانی که فرزندانشان در قسم‌های نظامی ناحیه‌های تابع مرکز ادای خدمت می‌کنند دیدن نمودند. اقدام مذکور با مقصد شناسایی پیدا نمودن پدر و مادران از رفت خدمت حربی و افزون نمودن حس وطن دوستی و خویشتن شناسی در نهاد فرزندان راه اندازی گردیده است. نخست دیدار آنها از مرکز تعلیمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان واقع در شهر ترسونزاده آغاز گردیده والدان از شرایط افسران و سربازان این قسم نظامی دیدن نمودند. ضمن واخوری مسئولین با هیئت شخصی افسران و سربازان دایر به غمخوری‌های پیوسته سرفرمانده اولی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر مهیا نمودن شرایط خوب خدمت حربی سخنرانی نمودند. سپس اشتراکداران کاروان دیدار از قسم نظامی گواردی ملی جمهوری تاجیکستان واقع در شهر ترسونزاده دیدن نمودند. باید قید نمود که وضع واقعی امروزه جزو تامهای قواهای مسلح زینه به زینه تغییر یافته، شرایط خدمت به تدریج بهبود می‌یابد. سال از سال شماره جوانانی که اختیاراً به صف قواهای مسلح می‌پیوندند زیاد گردیده ایستاده است که آن از بهتر گردیدن شرایط مادی و معیشی در قسم‌های حربی مملکت میباشد. ذکر کرده شد که خدمت به وطن وظیفه هر یک شهروند شجاع و با آر و ناموس کشور میباشد، زیرا آنها در صف قواهای مسلح کشور به خاطر پایداری صلح و ثبات، امنیت و آسایشتگی، حمایت خاک اجدادی و حفظ دامان پاک مادر ادای خدمت نموده ایستادند. بعداً مادران از شرایط کنونی فرزندان در قسم‌های نظامی جای خواب، آشخانه، خانه فراغتی و دیداربینی، حمام، میدانچه سفارایی و مکان‌های ادای خدمت دیدن نمودند. رنج بردن مادر فرزند پیدا می‌کند. این پسر را پاسبان روی دنیا می‌کند تا شود پاینده تقدیر دنیا. این پسر در دل فرزند خود مهر وطن جا می‌کند. من سرباز قطاری مرادوف جانبک در طول 10 ماه می شود که در قسم حربی 051-059 شهر ترسونزاده ادای خدمت میکنم. شرط و شرایط ها در قسم نظامی ما خیلی هم در سطح عالی به راه مانده شده است. ما نسل جوان آینده سازی ملت از این گونه شرط و شرایط ها خیلی هم خرسند و شادمان هستیم و با باوری کامل وعده می دهیم که پیروان حقیقی پیشوای ملت و نامبردار خلق عزیز خود هستیم. در ادامه به افسران و سربازانی که بهر حمایت مرزبوم وطن صادقانه و صافدلانه خدمت نموده ایستادند سپاسنامه ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان تقدیم کرده شد. قبلا کاروان دیدار یک گروه مادران را بهر دیداربینی فرزندانشان به ولایت سوخت و بدخشان سفربر نموده بود. البینه عبدالستار فخرالدین کریم نمازلی ارگش برای برنامه اطلاعاتی اخبار.